یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم چجوری فست اسکوپ بزنید. قبل از اینکه این ویدیو رو لایک کنید، من دنبال کنید، بریم سراغ ویدیو. شما فست اسکوپ زدن به 2 تا دکمه نیاز دارید. این دکمه چی و یکی دکمه چی. بعد بهتون بگم این دکمه چی اینجوری چیز میزنه، ولی این دکمه چی هم اسکوپ میگیره و تیر میزنه. ببین اصلا بگم اینی که اسکوپ میگیره و تیر میزنه و بعد بریم تو بخش تنظیمات بزنید این حالت ها باید بزنید که دیگه خودتون نه اینجوری کنید بزنید، خودش میگیره. شما برای فست اسکوپ زدن باید این دکمه رو نصف کردین بس سر دکمه تیر بزنید. اینجوری میگم فست اسکوپ میگیره، یعنی همون فست اسکوپ رو میزنه. پس چی شد؟ اینو تا نصفه برین تیر رو بزنید، این تا نصفه برین تیر رو بزنید. حالا من بد زدم اینجوری، دیدین؟ اینجوری میتونید یه فست اسکوپ بزنید. حالا برای کسی که کالا فاز تر من هستن و بازیشون بهتره خیلی راحت تره. اگه شما که کالا فاز دارین ویدیو ببین، برو تو از این ویدیو تو شما اینجا نیست. ما باید تورنمنت تو بازی کنید داشت. برای کسی که نوبن گذاشتیم این ویدیو رو. خب پس برای فست اسکوپ زدن با اینجوری 2 تا دکمه رو بزنید. خب دیگه اینا مثلا آموزش بود. اگه گیم پلی دیگه دوست دارین براتون بذاریم یا حالا آموزش دیگه بذاریم تو کامنت برامون بنویسید. کامنت ها هیچتون هم پاک میکنم. تمام کسایی که کامنت میذارن و انرژی میدن گرم. مثل خداست.